سلیمه بیا رفتیم. اکم نیکاهمان رو میگذرونه. انتظار است. بیا رفتیم. بیا کنی بیا. نام تو چیست دختری زیبا؟ نام من سلیمه سردارم. زنها برای من جنگاوری زیری چادر می باشد. تو باشی جنگاوری در چادر هستی. همین خیلی تو با من پسند آمدی. تو برای برادری من لایق هستی. تو را تبریک میکنم. حاضر شما را با هم نکاح میکنم. ولی همین را به شما گویم که این اولین نکاح خوانده من است. به آن هم نکاح گفتنی چیز نیست، اما باطن برای من شخصی مخصوص است. برای همین دیدی او را رنجاندن نخواست. تو چی می جویی؟ چیست آنجا؟ نه هیچ چیز نیست سردارم. شکمم سخت درد میکند. یا حامله دار هستی؟ این را دیجا برید. من خودم او را میکشم. بطن دکتر جلزنید. زود باشید. او باید نجات یابد. زود باشید میگویم. زود باشید. زود به منطقه تشکیلاتی بطن دکتر احسان را روان کنید. زود باشید. دروغ میگویی. آن در پدری من شده نمیتواند. وی تماما دیگر کس میباشد. آن در پدرت است. حال او را شناخته نمیشود. برای آن که وی خودش را برای تشکیلات شده جراحی پلاستیکی نموده است. پیش با نام سلیمان قیا در تشکیلات فعالیت میکرد. بعداً از تشکیلات به خارج فرار کرد. در آنجا چهرهش را عوض کرد و آمد و به تشکیلات گذشت. با تو باور نمیکنم. آن چیزی که دانستن میخواستی به تو گفتم. اگر به من باور نکنی رفته از خودی آن در پرس. این چیکار میشود؟ سالهاست که پدرم تشکیلات را سرداری میکرده است. حالا گویی که تو مادری من هستی؟ ایستان به من نزدیک نشو. از من دور شو. تو حیاتی مرا برباد دادی. مرا تنها گذاشتی. بی مادر گذاشتی. قزبان آروم شو. قزبان به خود بیا. بیا رفتیم. بیا. قزبان قزبان بحری پسرم جگر بندم خوب هستی؟ مادر مرا بحری پسرم بحری خواهر بابا چیزه شد پسرم خودت رو بدستی بابا چیزه شد خواهر آرام باش هیچ چیز نشده است پسرم چی شد؟ بینت خواهر رنگ و رویش کنده است و پسرم چیزه شده است پسرم شد به خدا چیزه شده است بدستی پسرم هیچ چیز نشده است آروم شوید پسرم را از دست دادم شینید اینجا آروم شوید تمام شد احوالش خوب نیست طاهر در کجاست؟ متاسفانه خلا همه جا رو دیدم اما او رو پیدا نکردم دیلا خواهرم یک نید با پسرم او رو از دست میدیم حاضر همش خوب میشه پسرم خاطر نشوید تمام شد
رگ‌های دستش را بریده است. خونش را بند کردم. رگ‌هایش را بسیار چپور بریده است. برای همین از هوش رفته است. وقتی که من شما را میجستم همون وقت از هوش رفته بود. گروه خونش رو باید نمودی؟ بله نمودم. گروه عموسبی بود است. کنی گروه خونی مادرش رو بین. اگر موافق باید زود خون گذارونیم. زودتر باش. بیایید. رفتیم اما زلیخا. این کار رو باید زود کنیم. رگوهش رو چکون نبریده است. ممکن است برای حرکت دستانش تنقیصی کشه. وقت رو غنیمت شمرده زود خون گذراندن لازم. بسیار نه خود دستانش کار نکنند. بیچاره حالا جوان است. خواطر نشوید مادر. انشالله خوب میشود. انشالله. کی بود این پدرم را فهمیدم؟ جوانی بیفسرم. آندر بود است. یعنی سردار ترورستان. این دروغ است. سلیمانی من این خیل کارها نمی کند. با جلوی قیافش را عوض نماست. تمام تشکیلات را نظارت میبرد. چه کاری کرده‌اند بود؟ چرا این خیل کار میکنی؟ Otán, هیچ گپ چرا از دکتر درک نیست؟ سردارم زخمش کلان است. اگر دکتر دیر کند زنده نمیماند. در کجاست این دکتری بجناب؟ در کجاست؟ آندر می آید. آندر زود هر کس جای خودش را گیرد. به من گوش کن احمق. زود دکتر را پیدا کرده بیار. دکتر می آید سردارم. خدیجه چرا انتظاری؟ زود وطن را نجات ده. اگر برادرم بمیرد بدان که من تو را زنده نمیمانم. خواطر نشوید، همش خوب می شود. اگر با وطن یگان حادثه شود بدانید که یگان دادار را زنده نمیمانم. سلیما نکنین کارو سلیما. تیر خیلی چخور رفته است. چی شد؟ او را نجات داده نمیتوانی؟ من داخل یاره رو تازه میکنم اما تیر رو گرفته نمیتوانم. یک جراح خوب لازم است. چی خیل جراح؟ مگر تو دکتر نیستی؟ این خیل که باشد چرا خواندی؟ سردارم من یک دکتری عادی ام. اگر یک جراح نباشد خودم تنها از عهده این کار برآمده نمیتوانم. گپ را کم کن احمق. یگان علاج کرده برادرم را نجات ده وگرنه خودت را میکشم. دکتر طاهر چی میگوید؟ در دهه آب کانون یک دکتر با نام طاهر است. جراح خوب میباشد. آوازه‌اش تا شهر رفته است. طور باشد چرا ایستاده؟ زود رفته او را پیدا کرده بیارید. همه گوش کنید. احتیاط باشید. یگان نامعقولی نکنید وگرنه زنده نمیمانید.
خدایا برادرم رو میارم من چیکار میکنم اکنون احوالی بحری هم بهتر شد؟ بله احوالش بهتر شد مثل پیشتر دستانش رو میتواند کار فرماید باقی مانده خون رو به خود میگیرد تشکر چی شد دیلا؟ فکر میکنم احوال بحری دیگر در خطر نیست. بله دیلا اکنون احوال بحری خوب است دیگر با کمک تو احتیاج ندارد بخیر است پسرم با کجا می روی؟ به نزد پدرم می روم به نزد آن تروریست می روی؟ یعنی به نزد همون تروریستان می روی؟ بله مادر باید همه چیز رو آموزم برای چه اینقدر سال ما رو تنها گذاشته با تشکیلات همراه شدنش رو میخواهم پرسم و هیچ کجا نمی روی؟ مادر التجا میکنم صدی رو هم نشوید به نزد پدرم رفتن میخواهم گفتم که نمی روی مادامی که او سرداری تشکیلات باشد چرا برفینم را به تشکیلات همراه ساخت ما را پریشان ساخت یگان مراتب به ما دست دراز نکرد مادام که او سرداری تشکیلات باشد سلیمان برای ما مرده است دیگر او را جستجو نکن فکر کن که پدرت مرده است به هیچ کجا نمی روی برای پیدا کردن او نمیخواهم تو را از دست دهم مادر التجا میکنم چه خیلی که نباشد وای پدرم است میخواهم دانم چرا با ما این خیلی رفتار کرده است و تو گفتم نمی روی میروم مادر چیزی که شود نشود میروم طاهر اگر روی تو را هیچگاه نمی بخشم من گپم را گفتم اگر خواهی رو یا اینجا بیمان خدایا التجا میکنم نرود مایلش مادر چیزی که شما گویید دیلا ما آماده ایم تو نمیایی؟ آقای طاهر به من احتیاج نداشتنتان رو با تو همه وقت احتیاج دارم دیلا حتی همین زمان هم اما تو مرا گوش کردن نمیخواهی آقای طاهر شما رو میپرسم رفتم میتوانی دیلا بعضی چیزهایم حالا در همین جایند همه کارهایم رو تمام کنم میآیم مایلش دیلا ما تو را انتظار میشویم رفتیم تا بازی طاهر دخترم عذر میخواهم مرا ببخش برای چی ببخشم؟ برای چی؟ تو مرا نمیفهمی مجبور بودم برای رفتن اگر نمیرفتم به تو ضرر میرسوندم رفتم با چه عذاب‌ها دوچار شدم با چه عذاب‌ها؟ من سالهای زیاد فکر کردم که تو در قید حیات نیستی وقتی که دیگران رو با مادرانشون میدیدم چشمانم پر عذاب میشد
حتی حواس میکردم که یگان عکست را میداشتم و آن عکس نظر میکردم. این کاری کرده ای تو ظالمی است. عقلا یک عکست را نگذاشتی. مادام که یگان نشان از خود نمانده ای، چرا دوباره به اینجا برگشتی؟ برای چی؟ قزبون زود رو از اینجا. چه خیلی که سالهای زیاد به نام نشان شده بودی، همین خیلی رفته به نام نشان شو. اما قزبون کجا شد این آدم؟ ترسیدی رئیس؟ آرام باش. تا که با ما هستی تو هیچ چیز نخواهد. بله رهبرم، البته. فقط همین که به ما ضرر نرسانی. خوب شد است. اینجور که باشد و تو یک وظیفه میدیم. وظیفه خیلی مهم. به شهر میرویم. وقتی که شهر رفتی ارتباطت با ما پر قوت خواهد شد. اکنون شهباز مرده است. این حجتی نباید می باشد. حاضر وقت را از دست نداده زد از پسی کار رد شد. بیان هم خیلی وقت را از دست دادیم. تشکر رهبرم. چه خیلی که شما میخواید همون که میشود. میبخشید سردارم، از بس که سربازانم دیدند مجبور شدم که وی را حبس کنم. هیچ گپ نی. اگر لازم شده باشد شدن گیرد. یک چیز را فراموش نساز. اگر کسی که جاسوسی کند فکر کن که مرگ را حق کرده است. کاری کوچ بستنت را چیکار کردی؟ آمادگی ها تمام؟ فکر کنید که تمام از سردارم. خیلی خوب. حادثه‌ای که در دهه‌ای گفتمان می شود فکری تمامی دهه را با خودتان جلب نموده به کار شروع نمایید. خودتان را همچون پیروان دین اسلام شمارید. کاری کنید که دین اسلام را با کله‌های از فراورده تمام دنیا از این کاری کرده‌تان با خبر شوند. و باز همین را گفتنی هم که اینجا را به نظارت نگذارید. یک شخص باوری ناب را گذارید تا اینکه برای پرقوتی تشکیلاتمان همه وقت آماده باشد. البته سردارم، چه خیلی که شما میخواهید. زود باشه. بنده تایی که نفتاد. زود باشه، زودتر. دیوانه میشم بخدا. جبار آماده هستید؟ فرید نموده. حاضر آماده میشوید. بسیار خوب. رهبرم در داخل شما رو انتظارن. مایلش. زود باشه و خیلی کم است. خوب شده است. حضرتم چی میخواهی؟ زودتر و خیلی کم است. من هم با شما به شهر رفتن میخوام. نه میخوام. سخت‌تر بودم. وقت خیلی کم است میرویم. جانم رو برایتون فدا میکنم. سخت‌تر کش. مایلش. برای تو بری یگید ها همه وقت در برم جای است. زودتر میرویم. شما؟ چرا تابت خیره شد؟ چیزی که برای شما لازم است ما آماده ساختیم. همه خواهش های شما رو به جا آوردیم. در یگان جا مثل این لوازماتی آماده کرده ما پیدا نخواهید کرد. از دستمون آماده رو برایتون کردیم. اکنون دوامی کار در دست خودتون. چه خیلی دوامی کار؟ خودت را با نادانی نزن. شرطنامه کردمان رو خودت میدونی. ما با تو لوازماتی خواستت را آماده کردیم. تو باشی با ما مکانی اسناد مولانا خالد را میگفتی. وای را
اینجا چیکار میکنی؟ همه کار میکنن تو باش اینجا. زود از پس کارت شو. زود باش. بله تو رو گوش میکنیم. اسناد مولانا خالد در دست ابراهیم بود، بعدیان در دست یعقوب. شفای کامل اپای زلیخا. حالا نخیزید از جایتان. کمی استراحت کردنتان لازم. زدم میتوانیم. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. دیلا، من باری آخران میگویم که در حقیقت با تو عاشقم. با من کمی امکان ده نرو. تو اینکه در حقیقت عاشق بودم رو فهمی. برای این امکان خیلی دیر شده است آقای طاهر. مونده شدم. من دیگر این طور زندگی کردن نمیتوانم. به شهر رفته یک صحیفه زندگی نو رو برایم میکشایم. التجا میکنم من رو فهمید. گرین رو. این کتاب عشق حقیقی رو میفهمد. نام این عشق صاف و پاک می باشد. در این کتاب عشق تو رو پیدا کردم. تا چی اندازه با تو عاشق بودنم رو فهمیدم. میخواستم که عشق من و تو تا ابد باشد. آقای طاهر بس بودگیست. شکرانه خداوندم کردم. تو اینکه عشق تو رو به دلم جای داد. دیلا، روزی اولی آمدنم رو در یاد داری؟ برای دختران پیشینه این دهه چی سخنها گفته بودی؟ دخترانی که به این دهه آمدن و جای کمک رساندن دردسر شدند. یکی رو با چشم بد نگاه میکردن، دیگری رو فریب میکردن. یعنی وضعیت رو خودتان میدونید. اینجا رو ترک کرده رفتند. باید به این وضعیت نگاه نکرده کارشان رو ترک نمیکردن. بله آقای طاهر درست میگویید. نباید ترک میکردن. وقتی که شما از شهر میآیید وضعیت اینجا رو میبینید، در چی تک از اینجا رفتنتون رو فکر میکنید. غم مردم رو نخورده راه گریز رو پیش میگیرید. چه گفتنم رو به یاد آوردم، اما رفتن من آن معنا رو ندارد. خدا نگهبان. دیلا، شما خیلی انسانی خوبید آقای طاهر. حقتان رو حلال کنید. مرحمت. آوازتان را نبرارید. آقای طاهر با ما میروید. زود آماده شوید. سلاح رو یک طرف کن. شما چیکار کردید؟ سر دهید گفتم. سردار دور شده است. سردارمون آن در شما را خواست برای جراحی کردن. مرا سر دهید. سر دهید گفتم. مایلش سر ده دورا. من میروم با شما. سر دهید. آوازت رو نبرار وگرنه تو را میپرانم. با او دست نرسان. سر ده. دکتر وقت کم است. زود باش.
راه گرد. اینها چیکار میکنن؟ و کجا میبرن دختر و دیلارو؟ خدایا، عقلم نمیگیرد که چنین یک انسانی که اینقدر ظلم کرده است آمده باز برای بخشیدن گناهانش اینقدر مهنت میکنه. برادر، خداوند بزرگ است. چیزی که خواهی همان کار می شود. بله می شود. خداوند بزرگ، سینام پشیمان. خداوند بزرگ، سینام پشیمان. خداوند بزرگ، سینام پشیمان. السلام علیکم. مونده نباشه. تشکر. تشکر. خدا راضی باشد. سینون تو مگر خبر نداری؟ باز چی شد؟ بهری یعنی پسرت با او چی شده است؟ گفتن که رگ‌های دستش رو بریده است. تو چه ها میگوی قربان؟ ایست حالا ایست. وضعیتش خوب بوده است. دکتر او را معالجه کرده. تشکر زیاد. خب برادر، صدقتون شوم و من اجازه دید از احوال پسرم خبردار شوم. باز آمده باقی مانده این کار رو میکنم. تا کارتان رو تمام نکنم به خدا به هیچ کجا نمیروم. حتی خر شده کار میکنم و خدا قسم میخورم میآیم. مایلش تو رفته پسرت رو بین. قسم نخور. انسانی ایمان داشته خرچیده نمیتواند. دیگر به دهانت این کلمه را نگیر. پسرت انشالله شفا مییابد. دیگر آمدنت شرط نیست. مادامی که از راه بد گشته باشی تو را بخشیدم. خداوند تو را بخشد. حقم را حلال کردم. تشکر. یلماز با برفین. گویی که بشر میروید؟ عمر؟ این چی است؟ این پرنده رو از اینجا گرفته به شهر میبری؟ اکا التجا میکن این کبل رو با خود بودن میکنم. در شهر مگر چنین پرنده وجود دارد؟ خواهش میکنم اکا. عمر بهتر از سر دهینا. از اینجا تا شهر رفته نمیتوان. وطن این پرنده همین کوههایم. در شهر چطور این را نگاه بین میکنی؟ ما حق نداریم این را از وطنش دور سازیم. عمر جان غمگین نشو. باز به ده هم ما برمیگردیم. با تو قول میدیم که اومد از این خوبترش را دستگیر میکنیم. اما این تو شهر زنده نمیماند. کشتن پرنده گناه است. این را سر ده. کو بیا. فریده بشرم. من که بشر اومدم تو رو اونجا دستگیر میکنم. سلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. زنده باشید. خداوند از شما راضی باشه. بیا اکنون بس بود اگه همین قدر خیر و خوش کردن. برفین تو چیکار میکنی؟ دیوانه شده ای مگر؟ چرا باری وزنین را میبرداری؟ دخترم تو چیکار میکنی؟ برای چی میبرداری؟ هم به خودت و هم به طفلت ضرر میرسونی. این دیدا کجا شد؟ آخر دیر میمانه. پسرم گفت که کمی کار دارم. کمی دیگر صبر کنیم میآید. حاضر میآیم گفته بود. خاله زود باشید. طاهر و دیلا را بردن. چی؟ تو چه ها میگویی زلیخا؟ کی را بودند؟ آدمانی آن در بودند. آنها را به تشکیلات بردند. در تشکیلات با نام شخصی را دور شده است. آرام شوید مادر. خدا را به دست گیرید. شاید به نزد سلیمان بردند. اکا ایستید آرام باشید. یگان علاجش را مییابیم. البته مییابیم. زود رفته به عسکران خبر دهید. زود سد راهشون شوید. مادر آخر امروز تجهیزات ها را میارند برای ساختمان راه. عسکران همه در آنجایند. چیکار میکنیم اکنون؟ بهریم در کجاست؟ بهریت خوب است سینان، خوب است. آدمانی تشکیلات طاهر و دیلارا را بودند. چی؟ از برای خدا یاری ده سینان. به نزد عسکران روید. وای ابله، این همه کاری باطن است. نه، آدمانی آن در بودند. باطن یاره دور شده است. برای همین هم آنها را بردند. همینش نمیرسید.
من باری آخر دیلا رو با یک عذاب از دستی آن دیر نجات داده بودم. اگر باری دیگر با دیلا رو برو شود آن دیر او رو البته با خود میبرد. یلمز زود یک چند نفر را با خود گیر از پسشان میره. مایلش من حاضر لباس هایم را عوض کرده میآیم. دیلا رو نجات میدیم. راه کرد دکتر راه کرد نگویم زودتر با او کاردار نشوید. راه سر کرد دهید. دکتر راه کرد به این طرف و در اون درو خدیجه طاهیر پاپا و در اون درو زودتر راه کرد دکتر راه کرد و در اون درو راست استید آزاد رو کرده راست استید آزاد راست استید آزاد حالا گوی که تو پدری من هستی. به من گوش کن دکتر. اگر تو را به اینجا نمی آوردیم برادرم می مرد. اکنون کاری کرده برادرم را از مرگ نجات ده. بعد من تو را رها می کنم. برای من همه مریضان یکند. مریضان را تبابت کردن وظیفه ما است. از دستم آمده را می کنم. برای چی این کار رو به ما کردی پدر؟ به من گوش کنید. بعد جراحی دکتر را گسل کنید. همشیره را باشد نگاه دارید. ولی کمی کار دارم. جناب ایسون چه شد؟ طاهیر را چه فریب نمودی؟ یک روی کرد. من هم مجبور شدم با او دروغ گویم. با او چی گفتی؟ پدرش را آن در گفتم. چه خیلی جرأت کردی با او این گپ را گفتی؟ همه کارها برباد خواهد رفت. اما با رو بر او شدنش غیر امکان است. تو را نمیشناسی. علی به جستجوی پدرش خواهد رفت. اگر کی بودن سلیمان که را گفته باشی آخر به او چی کاری کند حتی عقل طاهیر نمیگیرد. امیدوارم که طاهیر به نزد آن دیر نرفته است. کاری ما تمام شده. می توانید شما یاره را دوزید. دکتر برادرم چی حال دارد؟ زنده میماند؟ عملیات خوب گذشته. زنده میماند. انسانی با عقل هستی تو. اگر باطن را از مرگ نجات نمیدادی عمری تو هم به آخر میرسی. اما یک علاج کرده او را نجات. این وظیفه ما است. برای من همه مریضان. اما طبق شنیدم وای اماکی من بوده است. چی؟ تو چیا میگویی؟ تو با من شوخی میکنی؟ تو هیچ کدام ما را مثل برادرت اهمیت نمیدی. خودت را به نادانی نانداز. همه حقیقت را میدانم. تو سلیمان کایا میباشی. پدری من. سلیمان کایا گفتی؟ تو پسری وای هستی همین خیل؟ آن خواهین پدری من است گوی؟ آقای طاهیر این را به یک آنجا محکم کنید. همشیره با تو کمی حساب و کتاب دارم. سردهت میگویم. آقای طاهیر به هوش آمدنی باطن را
با دیلا قید خواهم کرد. سردهت گفتم. دیلا نوکر دیلا کسی فریب کرده است. این خیلی خوب شد برای من. تو پدرت را به نزد من میاری. اول معلوماتی داشتم را آیدی پدرت به تو میگویم. تو باشی بعد مهلتی کوتاهی با پدرت روبرو میشوی. بعد تو را با پدرت یک جایم میکشم. بله، اکنون دکتر در دستمان برایمان امکانی خیلی خوب میدهد. سلیمان که را به اینجا دعوت نمودن خیلی قلع شد. شما باید به سلیمان خبر دهید که دکتر در دست ما. خوب شد است راه برم. بیا با من. الو خبری نو مرا میشنوی چتین؟ بله تو را گوش میکنم. اوید سلیمان که یک خبری مهم دارم. این چه می شود؟ من گفته بودم به سرمان بلا می شود. اگر سلیمان به میتقه تشکیلات روان شده با آن دل روبرو شود سری ما در بلا می ماند. در حال یکشان کس را گرفته به منطقه تشکیلات رفته. پیش از سلیمان دختر را به دست آوردن ما لازم، وگرنه سرمان در بلا خواهد ماند. چرا ایستاده ای؟ خوب شده سردارم. سلیمان ایسون من به شما گفتم که از پسرم دور شوید. ما دور شدیم اما وای دور نشد. حالا در دست آن در است. سلیمان آرام باشید. آرام باشید. زود به آن در خبر دهید. شکر خدا، شکر که زنده ای. باید نمیگفتم، جایی تو رو نمیگفتم، اما توب آورده نتوانستم. پسرت رو از دستت گرفتند. این عیبی تو نیست احسان. با کجایی که میگریختم مرا پیدا میکردند، اما پسرم رو با آنها نمیگذارم. حالا از اینجا رها یابم او رو حتما پیدا میکنم. رفتیم. جا شد این آدم. مگر پسرش را نجات نمیدهد؟ حاضر می آید راه برم. چخیل می آید؟ 10 ساعت گذشت. برادرتان به خود آمدن سردارم. انا این خبری خوش.
اکنون شیره را آماده سازید، با او خرسندی میکنم. خدایا با من مدد کن. تنی همشیره زیبا وقتی تو هم رسید به حیاتی نو خدام مرا میکنی. سرده. خیز از جایم، خیز از جایم. خیز گفتم مرا سرده. راکر سرده مرا. راکر گفتم. با همشیره کمک رسوندنمون لازم است. چی خیل میدهیم خودمون تنها؟ پیش از این هم دیدی چی خیل به دست آوردیم، تا حال در همین جایه. یک تاش برادرم دیگرش دیلو نگاه کرده نمیستم. اگر تو کمک نکنی خودم تنها با اونها کمک. مایلش آقای تو دیلا آقای طاهر مرا نجات ده. دیلا سردید او را. از برای سبب مرا نجات دیلا ده. سردید گفتم او را. سردید دستی آن مرد دیلا نده. گفتم سرده. دیلا سرده مرا. دیلا سرده. برو خوب آماده سازد. سر و لباسش را عوض کنید. از برای سبب مرا سردید. به من دست نرسانید. برای آن دیر شده محافظانش اینجا خیلی زیاد آمدند. این بیشرف احمق خیلی خطرناک است. اکنون چیکار میکنیم سینان؟ هر دویتون آیله دارید. اینجا تنها من آیله دار نیستم. این فکری که من دارم تنها برای من موافق می آید. برای همین این کارو من باید کنم. سینان چی شد؟ با کجا می رویم؟ یلمز شما مرا همین جا انتظار شوید. اگر وضعیت بد باشد جانتان را خلاص کنید. ها باید بدانید چقدر که آدم کشید همان قدر به انصاف می شوید. فهمم، اما تو چیکار میکنی سینان؟ به فکرم ختیجه در همین جاست. برای برادرش شده همه کارو میکند. من به نزد او میروم. شما با دقت باشید. من رفتم. آلدو بیا به اینجا گذاریم. بیا. انشالله ختیجه همانجاست. انشالله. خدایا از گناهایی کردم پشیمانم. من نمیدانم چطور توبه کنم. به من مدد کن تا که به دختر و همشیره یاری دهم. میدانم که به من مدد میرسانی. چرا ایستاده سینان؟ بیا میرویم. خداوند بزرگ سینان ظالم پشیمان. 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 ابلها عزرائیل به نزدتان می آید. خدایا من مدد رسان. اجازه نده که بدی را دست رسانم. با محبوس خوراک آوردم. تو را باشد در بیرون دکتر احسان منتظر است. چی میگفتم باشد؟ من از کجا دانم؟ بیاید گفت. طاهر برادرم. دیلا را نجات دادن لازم. زود ما را از اینجا رها کن. زودتر زودتر. کسی میآید. چیگه؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ من برای این خوراک آوردم. زود رفته خوراک آماده نمو. کبی پس به اینجا مهمان می آید. برایشان ضیافت میکنیم. زود باش. زود باش. مایلش. فکر میکنید هیچ کس صدی
راه شما شدن نمیتواند ها؟ زود باشید تنبل های ابله. شیرم باز هم زیباتر شده است. او رو به چادرم برید، مرا آنجا انتظار شود. با من دست نرسانید. به من گوش کنید، شما هر دویتان از اینجا دور نمیشوید. اگر آن بیشرفی سلیمان به اینجا آمده یگان نامعقولی کند شما را زنده نمیمانم. او باید به اینجا آید. مهمان ها آمدن سردارم، شما را انتظارند. ای وقتی آمدنشان را یافتم اشکال نیست، رفته زودتر آنها را گسیل کرده همشیره را زیاد انتظار نمی کنیم. چی شد خدیجه؟ چی کار کردی؟ نتوانستم احسان، از عهده کار برآمده نتوانستم. تو کی هستی؟ سینون تو در اینجا چیکار میکنی؟ آوازت را نبرار، برای نجات دادن دکتر و همشیره آمدم. قهرمان افسانه سینون آمد. زود باش سینون، وگرنه دیلا رو با آن دل تسلیم میکنن. خاموش گفتم، خاموش باش. میرویم. آنها در کجایم؟ طاهیر رو در محکمه نگاه میدونم، اما دیلا در کجا بودنش رو نمیدونم. این احمقای در اینجا بوده رو با مثل پیشتره عذاب دادن در کار، اما نمیدونم چطور. کنی با کار درار سرد را کنی بینم این کله کدوی تو و چی قادر است. کنی خطیچه کنی بینم یک فکر به سرم آمد. این طبق را بگیر خطیچه، با من همراه بیا. این طبق را گرفته با من بیا. زود باش، بیا آواز خدیجه، رفتیم. خداوندو با من مدد کن. پدر؟ خواهین ها در را کشا. زودتر شو. زود دیلا رو نجات دادم. رفتیم. مالش رفتیم خدیجه. چادری آن در کدامش است؟ آنها در اینجا ایستادن رو نمیخوام. من با من بیایی. البته با تو میروم. تو رو تنها نمیگذارم. زود با من بیایید. رفتیم. زود باش، رفتیم. خداوندا با من مدد کن. کیست اونجا؟ تو کیستی؟ آوازت رو نبرار دیلا، این منم. آقای طاهیر. بله منم، آوازت رو نبرار. امروز باید بعضی گپ‌ها را برایتان گویم. این همه را در سرتان جای خوب شده سردارم. اول درباره هدفهایمان گفتنیم. توجه خلق را به خودمان جلب نمودن و دشمنانمان را جزا دادن لازم. هر یک کاری که دشمنانمان بر ضد تشکیلاتمان میکنند با خبر شدنمان لازم. مبادا اگر یگان ضرری به تشکیلاتمان رسد یا اینکه سری تشکیلاتمان فاش شود، تمام دنیا بر ضد ما می شود. در چشم خلق و امنیتی دولت قدر و قیمتمان پست می شود.
گفته هایتان را خوب فهمیدم سردارم. فکرم برای امروز همین قدرش پسند است. آقای طاهر، خدا را شکر که آمدید. خدا را شکر. منو ببخشید. دیگه از اینجا زود رفتنم لازم. آن در حاضر باید بیاید. زود. نوبداران میگریزد. زود باشد. دستگیر کنید. دستگیر کنید. نگذارید که این بی‌شرفان نفس کشند. ترانه‌های جذاب و روح‌نواز، لحن خوشایند و گوارا، صدایش دلنشین و مهیر، خود بیانگر هنری بالای اوست که با سرودهایش دل هر یک شما را تسخیر نموده است. شاهزاده دوران. بعد از سفرهای هنری به اروپا، ترکیه، ایران و دیگر دولت‌های ترقی کرده جهان باز با ماست. شاهزاده دوران. بخشیده بر روز مادران 8 مارس ساعت 13 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام آقا شریف جورایف کنسرت نوبتی خود را زیر عنوان مادر تو جاویدانی برگزار می‌کرد. مرحبا با کنسرتی شاهزاده دوران. تلفن ها 918 32 95 95 993 48 48 و 501 04 48 48. گوش کن. ما باید دکتر را بریم. مایلش حاضر به جای که توهی را حبس نمودم به آنجا بروم. وقتی او را برآوردن به شما خبر میدیم. دیدی چی گپ شد؟ من فکرم به دیگر طرف پرونده ایستادن الدو. دیلا همراهی توهی. آقای دکتر رفتیم الدو. دیلا الدو. یلماز سینان و اپام در آنجا آمد. شما دیلا را با خود برید. من باید آنها را بگیرم. پدرم را میخواهم ببینم. پدرم آمد از یلماز. آنهایی که پرنده ایستادن آدمای پدرم بود. آقای طاهر، التجا میکنم نروید. شما را میکشند. مرا تنها نگذارید. به شما قول میدهم به شهر نمیروم. دیگر از شما جدا نمیشوم. هیچ وقت شما را تنها نمیگذارم. التجا میکنم نروید. خواهش میکنم. سینان و اپام را آنجا تنها گذاشته نمیتوانم دیلا. راست میگوید، اما خدا نشان ندهد اگر با شما یگان گپ شود. از پس من بیا خطیچه زودتر. سینون باز چی شد خطیچه؟ یک کسی دیگر خلاص نکردمون. همینش نمیرسید. کنی در کجاست؟ سلیمه در اونجا. در کجا؟ زود باشه. خودتان را احتیاط کنید. این را دار.
خدیجه کمک کن زودتر. تیرهایمان تمام نشده، زود از اینجا برآمدنمان لازم. زودتر راه گردید، زودتر. سینان ایستا نگریز، زود این بیشرف را دستگیر کنید. زوینی ابله. آها، این آدم کی باشد؟ برام شناخته است. گپزنیش رو بین، باز به طرف من آوازش را بلند میکرده است. حالا من به تو نشان میدهم. احمق. ایستا نگریز. گریخت است. دکتر گریخت است. میتوانید پراندن را بس کنید. از سلیمان هنگام خبر هست؟ نه نیست. اما دکتر گریخته است. چطور؟ مایلش ما میرویم. پرنده را بس کنید. میرویم. زودتر باش احسان، زودتر خدیجه، زودتر. راه گرد سلیمه، راه گرد. زودتر طاهر. خدیجه دلو خوب هستی؟ خوبم طاهر، من خوبم. تشکر سیمون. اگر تو نمیبودی من چیکار میکردم؟ اگر من ظالم نمیبودم بسیار آدم ها در قید حیات میبودن دکتر. فقط همین رو از شما میخوام که حقتان را حلال کنید. من حق شما را داده نمیتوانم. بیاید زود از اینجا رویم. صدای تیر خاموش شد. آنها از پس ما میشوند. نمیشوند، از ما میترسند. شکر که صفی ما هم بسیار است، هیچ کار کرده نمیتوانند. بیایید میرویم. به یادم آمده چه خیل بود. بیایید میرویم. برادر دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار وقتی بد که سینا این شعر رو میخوند دوره جوهیلش به یادم میزنه. آره سینا ابلهی نابکار، کاری کرده او را دستگیر کنید. جانش را میگیرم، حتی خونش را مینوشم. دکتر را چیکار کنیم سردارم؟ او دست نرسانید. او توجه خلق را به خود جلب نموده است. اگر ما هم توجه خلق را به دست آوردن خواهیم، باید به دکتر دست نرسانیم. میترسم که با تو یگان حادثه نشود. نترس مادر، با من هیچ چیز نمیشود. آنها میخواهند که دنبال این کار نشوم، اما من این کار را تا به آخر نرسانم آرام نمیشوم. پسرم طاهر با تو گپ زدنم لازم. مرحبا بیا. طاهر با رفیقم گپ زنان کردم. حتی برای ما جای زیست آماده نموده است. زود رفته در مکتب از قید گذشتنم لازم. برای همین میخوایم که تا رفتنمان توی را گذرانیم، اقلا نکاح را کنیم. راست میگویی یلماز، اما من توی سروسیمه کردنی نیستم. شرط نیست که توی کلان کنیم. مهمش این که ما خوشبخت شویم. پسرم من با دلا هم فکرم. اگر شما راضی باشید این کار را زودتر انجام دهید. چه که شما میخواهید، اما از خودی حاضر به تیاری آماده شوید. حاضر من کمی کار دارم، بعدم برمیگردم. مایلش من رفتم. مایلش. اسناد رو خرید به دست آوردیم صدورم. دختر آن را خودش میآورد. بعد به دست آوردن اسناد دختر را زنده نماند. شما نگران نباشید، همش خوب خواهد شد. پدرم کجاست؟ با من گفته بود که میایم. برای شما شده ناامد. میخیل بحری تو کودک نیستی، همه چیز رو میفهمی. هیچ چیز رو نمیفهمم.
تو این سین سال تو را با چی اضافه کلان کردم؟ حاضر باشد برای چی با من این خیلی رفتار میکنی؟ تو جگر بندی من هستی، نوری خانه من هستی. اکنون عقلت رو به کار درآر. من چه اضافه کشیدم تنها خداوند میداند. رفتیم. تو را از عذاب نجات میدیم زلیخا. دیگر تو را رنج و عذاب نمیدیم. زلیخا. پدر چرا دیر کرده؟ در باز شما را انتظار نمیشدی. کاری دیگر ندارم که از پشت تو میگردم. چه میگوید پدر؟ چی گفتنم را خوب میدونی. احمق کلت کار نمیکند مگر. دیگر مرا سراغ نکن. از من پدر نمیبراید. نه به تو نه به دیگر کس. پدر با شما چی شد؟ یا اینکه شما یگان گپ گفته؟ نه هیچ کس هیچ چیز نگفته است. از این روز پس نه به تو نه به مادرت کاردار نمیشوم. پدر استه نروی. چه خیل پدر من پدری تو نیستم. بیزار شدم از این خیل پدرگویی های تو. دیگر مرا سراغ نکن. نمیخوام که تو مرا پدرگویی. مرا فهمیدی اکنون؟ پدر نروی مرا تنها نمونه. دمت را گیر احمق. من به تو چند بار گفتم که از این خائن پدر نمیبره. هیچ به گپ‌هایم گوش نمیدی. سردهت مرا به حالم گذاره. پسرم باری. زلیخا ممکن رود زلیخا. دیگر علاج نداشتم. او را از خودم دور ساختم. این خیر رفتار کردم. سری من جان و جگری من است. اما در بری من کلان نشده است، بلکه در بری تو کلان شده است. دیگر صد راحتان شدن نمیخوام زلیخا. زلیخا از تو یک خواهش دارم. اگر توانی منو ببخش. سلام بابای خوب در کجاست؟ انا در اونجاست. تشکر. سلامت باشه. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدید دکتر پسرم. خوش باشید. مرحمت بیا گذر. مرحمت. خوب هستی انشالله؟ شکری خدا. بابا یعقوب شما میدونید برای چی آمدم؟ من شما رو برای توی هم خبر کردنی آمدم. امروز ساعتهای 4 اجابت دعوت سنت می باشد. البته می آیم. خدا خوشبخت باشید. تشکر. با اجازت شما می روم. فقط برای دعوت آمده بودی؟ دیگر برای یگان کاری دیگر نامده بودی؟ من راحت باش. چیزی که میخواهی تا چی اندازه دشوار بودنی گفتنش را میدانم. گپ درباره دیدن یک ورق نمی رود، بلکه این ورق حضوری خلق یا استقلالیت را میفهماند. شما از کجا دانستید که من برای پرسیدن یک اسناد آمدم؟ این اسناد چیست؟ برای چی از پشت این اسناد هستند؟ برای این اسناد را به دست آوردن چندین انسان‌ها جان خود را از دست دادند. این اسناد درباره سر و اسرار جمهوریمان میباشد و این اسناد در خود طرحی را در بر میگیرد که چطور جمهوری کردها را و ملت ترکیه نیست و نابود ساختنش را نشان میدهد. این چه نقشه میباشد؟ نقشه خیلی مهمی باشد. اول دارد آخر نه. اساسا درباره ترس دشمنان گفته شده است. اگر این اسناد به دست دشمنان افتد عاقبتش خوب نمی شود. کنی گاد زن پسرم، این اسناد را برای چی تو میخوای؟ پدرم قریب 30 سال شد که بنشان است. امروز باشد مرده است یا نمرده است باوری ندارم. برای همین درباره پدرم هیچ معلوماتی عمیق ندارم. حاضر باشد یک دو شخصی است که نمیدانم راست میگویی یا نه درباره پدرم حجتی داشتم. اگر اسناد را با آنها دیم در کجا بودن پدرم را خواهم دانست. یعنی برای یک پدر شده
تمام آینده ملت را در خطر گذاشته این اسناد را خواستند. گیر، این اسناد از آن تو است. در دست جان چندین انسان و استقلالیت یک دولت می باشد. اکنون خودت می دانی. من نمیگذارم کسی به این اسناد نزدیک شود. شما راحت باشید. از این روز پس این اسناد با من هم امانت است. خداوند از تو راضی باشد. خداوند همه وقت مددگارت باشد. با شما هم. با من اجازه دید روم. اکنون میدانم چیکار کردنم را. مثل پیش رفتار نخواهم کرد. برابر شما آینده ملتم را فکر نموده در خدمت خلق ملتم جانم را فدا خواهم کرد. این را از نام من به زلیخا خواهرم برده رسون. این امانتش می باشد. اکنون از پسی کارت شم. کارت آسان نیست. پیش از آغاز بسم الله را فراموش نکنید. تشکر بابا. در حق ما دعا کردن را فراموش نکنید. برای کار پسرم، خودت را احتیاط کن. با سبب به شهر رفتن ما هم یکل شد امکی حامد. هیچ گپ نه. اگر وقت می بود خیلی توی خوب می شد. توی هست پدر؟ ما هم می رویم. توی نه پسرم. نیکای اپای دیلایت با اکای تایرت. چرا این قدر زود اپام رو فراموش کردید؟ آقای دکتر یزنه من نیست مکرد. برای چی با اون خونه دور می شود؟ عیب نیست مکرد. ایستو پسرم. ببخش دیلا عیب شد. آخر وای کودک است. از دست من چی می آید؟ الو گوش میکنم. آقای مهندس؟ چرا تو به گپ یک کودک خردسال اهمیت میدی دخترم؟ حالا من هر روز این گپ ها رو میشنوم خاله. هر روز میشنوم. برای چی دخترم؟ به من گوش کن دخترم. دایر تو را دوست میدارم. به گپ های علی اهمیت ندی. بیا دخترم به خونه رفته آماده شوی. وقتی نکاح هم رسید. شاید دایر هم آماده است. نزد من نیه. در نزد تو بودنش را میخواهم. دیگر در چشمتان هیچ گلو نمی نمایم. آقای زلیخا. چی شد دکتر؟ این را بابای خوب برای شما راه کرد. بسم الله. این چی باشد؟ خدایا این را چرا تمام کرده باشد؟ اسناد را آوردی؟ اینقدر آسان است اسناد را به دست آوردن. 1 ساعت پس در دست می شود. با رفتن آمدنم 2 ساعت را در بر میگیرد. یعنی همین را گفتنیم که از شما 2 ساعت وقتی دیگر میخواهم. 2 ساعت پس همین جا میخوریم. یا اینکه کجا خواهید در همون جا میخوریم. مایلش همین جا میخوریم. اما اگر یگان نامعقولی کنی عاقبت بد خواهد شد دکتر. فقط از شما کی بدانی پدرم را میخواهم. نشان میدهم.
گوش کن. زیوان آفرین گذار اینجا. مایل شکر. خولای زیلوف در درونی خونه می در آوردیم اینجا. هیچ گپ نی؟ در باد و هوای تازه خوبتر خواهد شده. سلام علیکم. و علیکم برسلام. و علیکم برسلام. برای مسافری بر وقت آمده جای دارید؟ چرا نه؟ بیاید دستتان را بوسم. بیایید گذارید. خوش آمدید. خالای زیلو. خالای زیلو. چی شد دخترم؟ خالا این کیست؟ بابا یعقوب است؟ بله همان است. با فکرم گفتنیه داری. بیا دخترم. بابا این را با من روان نموده اید. من پرسیدنیم که سیر این در چیست؟ پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم هر روز در دعاهایشان دعا میکردند که خداوندم مثل لباسهایی که چرکین میباشد و بعد شستن تازه میشود گناههای دیگران رو هم ببخش که همانها هم بیگناه گردند. مقصدم همین که بخشنده شویم و دیگران هم ما را ببخشند. این دستمانه را با گپ‌های گفتم به چشمانش نگاه کرده و شخصی به تو موافق بوده هدیه کن. سینان مرحمت تو را میبخشم. مرحمت کنید بابا جان. آش شود. خداوند از شما راضی باشد. نوشی جون. یلمز برادر کنی گپ زن سینان در کجا پنهان شده است؟ غار در نزدیکی دهه سلیک باید باشد اما تشکر برادر. برای تو شده هم اسب می شوم و هم خر. فقط همین که گناهی مرا ببخش رضا. حالا تمام کنیم میبخشم. انشالله تمام میکنیم. مانده نباشه دکتر رضا. بخیر است در اینجا چی گفت؟ سنان گناهگار توبه کرده است. از من آمرزش گناه را طلب میکند. چارواهایم را دزدیده بود. من باشد برای گناهش را بخشیده گفتم این کار را به انجام رسان. مخی سینان این چی کاری کرده بود؟ دستانم را درد گرفت. سینان مایلش من رفتم. این چی کاری کرده بود سینان؟ همین قدرش بسنده است. من گناهت را بخشیدم. خداوند تو را ببخشد. ایستا من خودم مایلش شد. خداوند از شما راضی باشد. از تو هم مایلش. سلام علیکم. مانده نباشید. کوچه گذر کنی نگاهی تو کنم اندیشه به چشمان سیاهی تو کنم من مال ندارم که زکاتی تو کنم یک جانی عزیز دارم فدایی تو کنم میانم خسته شدم دیر از این خبری دادم خیلی خرسان می شود
حجت را با خود نگرفتند. این کارها را آنقدر نمیفهمم. بعد رفتن رئیس کارها به من موند. مرا رئیس تعیین نمودم، پس آهسته آهسته از دستم آمده را کارتان خیلی میکنم. دشوار است. خداوند مددگارتان باشه. خالای زلال طاهر کجا شد؟ من هم نمیدونم. البته حاضر می آید. کمی دیگر انتظار شویم. من الدو را پیدا کرده می آیم. تا آمدن ما نگاه نکنید. مایلش قجبان زود رفته بیا. مرحمت گیرید. قزمان تو کی هستی؟ پدر؟ دخترم جیگر بندم. اینجا چیکار میکنید؟ من دخترم به شهر میروم، ابدی آنجا خواهم موند. تو هم الدا را گرفته به شهر بیا. میلش انا نگاه کن، در اینجا سراغ را نوشتم. این سراغی رفیقم با شما کمک میکند. تو چی ها میگویی پدر؟ میلش دخترم. پدر پسرم باری پسرم خیز پسرم من از دی پدرت میرویم. چی ها میگوید مادر؟ برای چی به نزد اون خواهر میرویم؟ آدمی که ما را گذاشته میرود چرا ما به نزد آن رویم؟ آن سخنهایی که تو شنیده ای تنها به خاطر بهبودی زندگی ما بود. سینان برای خوشبختی ما این سخنها را به تو گفت. من از گناهش گذشتم. دیر نشده به نزدش رویم. بیاید رفتیم مادر جون. رفتیم زودتر مادر جون. کنی گپ زد. به خدا با چشمان خودم دیدم. رو در نزدیکی غار دیه دیدم. روید سینان را زنده نماند. خوب شده سردارم. زود آماده باشید میرویم. بله برای به تشکیلات خیانت کردنت تو را جزا مرگ است. در کجا باشد این حجت؟ در کجا باشد؟ کجا شدین احمق؟ تسلیم شوید. شما را از گرد و اطرافتان اسکران احاطه کردند. تسلیم شوید. دستهایتان را بالا بردارید. بالا بردارید. تسلیم شوید. تسلیم شو. بدام افتیدیم. زود به قرارگاه روید. دکتر حجتها را میگیرد. تسلیم شو. تسلیم شو. تسلیم شو. به پیش.
یا بسم الله. آخر کجا شدین دکتر حامد؟ تو که انتظار شوید. نگران نباشید، حاضر می آید. خاله زیرا یگان روز دیگر نکاح میکنیم. برای چی اینقدر دیر کردن نمیفهم. می آید دخترم. کمی دیگر صبر کردن لازم. شاید به نزد یگان بیمار رفته است. من میروم خاله. شما امک حامد و مسافران را گسیل کنید. کمی دیگر صبر کن دخترم. دیلا انا آمد. من آمدم. میدونم که رضا بخش دهید، اما چی کاری کردم رو دانستم پس خرسند خواهید شد. هیچ گپ نی پسرم. بیا پسرم. خوش آمده پسرم، مبارک شود. خوش باشید، خوش باشید. به شما یک هدیه خرده دارم، با من بیایید. داهیر برای نپوشیدن لباس عروسی خیلی سیخ بودم. من هم تو رو با لباس عروسی من دیدم سیخ بودم. شما پسر سلیمان طاهر دختر محسن را بدن قبول میکنید؟ بله. شما دختر محسن را پسر سلیمان طاهر به همسری قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. از امروز پس شما را زن و شوهر اعلان میکنم. مبارک باشد. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. خوشبخت باشید. اپای دیلو شما رو رنجوندم ببخشید. اینجا بیا. هیچ گپ نه. من از تو خفه نیستم. آفرین پسرم، آفرین. اپای زلیخا و بحری در کجاست؟ نمیدونم پسرم. سینان را پرسیده بود. پدر جان. ها بحری پسرم، پسر جانم، بحری جانم، پسر جانم، بحری پسر جانم، پسر جانم. مادرم از گناه شما گذشته است پدر. تو گفتنی که مادر تکلیف خانه‌داریم را قبول میکند؟ بله. اوه پسرم، بحریم، پسر جانم، زلیخا. دیگر زنده نمیماند. رفته.
بهری زلیخا به خود بیار گپ زن زلیخا گپ زن زلیخا گناهایت را بخشیدم زلیخا بهری پسرم بهری پسر جانم بهری ظالم‌ها خوین‌ها بهری مبارک خوش آمدید مبارک شکر خوش آمدید کمیسر مبارک شود رفتیم بسیار من حاضر میایم خیر تا بازدید زود باش پسرم لباسهایت را عوض کن و برف نویمز را گسل کن خیلی دیر شد مایلش مادر زود باش مادر ها گپ زن پسرم من حجتهای پدرم را پیدا کردم چه میگویی پسرم کی بوده است من جسارت نکردم که گوشو رو بینم مگر این خیل می شود پسرم سرت را بس هم زده آن را پیدا کردی چرا نمی کشایی کنی کشاده بینم که کی بوده است دکتر حجتهای سلیمان را دزدیده است فهم آچتی از این روز با دکتر من خودم سر و کار میگیرم طاهر کی بودن پدرش رو فهمید اکنون چیکار میکنه با او پدری کردن نتوانستم اما با او خیلی کار کردم وقتی یک پیشنهاد دارم از اینجا چیزی چارت را گرفتر رو میگویم از اینجا این کار رو با من کردن نمیتوانید مرا از اینجا بدر نکردن نمیتوانید از این رو پس چی کاری که از دستم آید باید انجام دهم تا اینکه کی بودن پدرش را نداند